خیلی خوب بچه ها، دوست دختر توی رقص عالی بود. بهتره ازش یاد بگیری. اون دوست دخترم نیست. آره فهمیدم، میخوای بگی شما دوست معمولین ولی واضحه خیلی به هم نزدیکی. دوست نزدیکم نیست. داری کجا میری؟ هیچی بهش فکر نکنم. خیلی ممنون بچه ها، باید برم. راحت باش باشه. بچه ها بایسا پالک، درباره حرفایی که ویکی زد معذرت میخوام. اون یکم عجیب غریبه. مشکلی نیست، اومدم اینجا تا با تلفن حرف بزنم. باشه، کارتو بکن. چرا جواب موبایلتو نمیدی؟ مامانم داره زنگ میزنه ولی دوست ندارم جواب بدم. به هم گیر داده که با یه نفر قرار بذارم ولی دلم نمیخواد. بذار کمکت کنم. باشه. ممنون. قطع شد. برگردیم؟ باشه. بازم معذرت میخوام. راستش نمیخواستم این کارو بکنم ولی ریوا باعث شد. ویکی هم زیاده روی میکنه. آره من زود میرم. یه لحظه صبر کن. وای سلام بهش گوشیو میدم. ببینم چرا حالا یا پشت خط. چرا میخوای چیکار کنی؟ تلفنو بده، میخوام باهاش حرف بزنم. بس بگیرش. میخوای با تلفن حرف بزنی؟ اینجوری حنا پاک میشه. نه پاک نمیشه، اصلا هنوز تموم نشده. یه لحظه. آنایا بلندتر حرف بزن، صداتو نمیشنوم. صبر کن. آروم باش. اینجا خیلی شلوغه. کاش یکم زودتر بیای. تو میدونی من به دوستم تو گروه نیاز دارم تا ریتمیک و روحی تو شکست بدم. تو بهترین کسی هستی که منو میفهمی. آره زود بیا اینجا. منتظرتم. خدافظ. نه ترس، الان حلش میکنم. آره 2 دقیقه صبر کن بهت خبر میدم. باشه خدافظ. چرا هیچ کاری نمیکنین؟ چرا شما هنوز نرسیدن؟ ببخشید. بله. تو دکور اینجا رو درست کردی؟ اینو به روش عروسیای قدیمی درست کردی. ولی خودتون همچین دکوری خواستی. گفتم قدیمی نه مسخره. ولی شما با دیزاین موافقت کردین و من دارم طبق قرارداد کار میکنم. گوش کن. دوستم از لس آنجلس میان و دوست ندارن همچین چیزی رو ببینن. نیومدن اینجا عروسی قدیمی ببینن. میفهمی؟ باشه نگران نباشید. الان باید یکم رو نور کار کنیم و شمای قشنگم میذاریم. گل سفید رو هم یکم دیگه اضافه میکنیم. واقعا؟ تو چرا نمیفهمی من چی میگم؟ این مزخرفاتو تمومش کن. ببخشید ولی باید با مدیر صحبت کنیم. مدیرت؟ من مدیرم. من عروسم. مدیرت کجاست؟ رفته بازار زنبق سفید بیاره. چرا زنبق سفید؟ گل طلایی یا صورتی یا سبز بیارین چه فرقی میکنه؟ گوش کن. به چه زبونی بگم بفهم؟ من فقط به حرف مدیرم گوش میدم. خیلی ازتون معذرت میخوام ولی نمیتونم. چرا میتونی؟ سری کاری که گفتم انجام بده. چیزی شده؟ سامر باورت نمیشه داره چی کار میکنه. این عروسی منو هر کاری من دلم بخواد باید انجام بده. اما این دختر انگار زبون منو نمیفهمه. آروم باش، نگران نباش، من حلش میکنم. باشه؟ مشکلی نیست. خیلی ممنون. این جشن عروسی توه. میخواستم زودتر بهت بگم. لطفا بهم گوش کن. حرف زدن چه فایده ای داره؟ چرا تا الان بهم نگفتی؟ میخواستی بعد از اینکه ازدواج کردی بهم بگی؟ خواهش میکنم گوش کن. همگی لطفا ما رو تنها بذاریم. خیلی چیزا بود که میخواستم بهت بگم تا بدونی من اصلا خیانت نکردم. تو خانواده‌مو میشناسی آره؟ چاره ای نداشتم. من میخوام با تو باشم. لطفاً دروغ بسه. من اومدم اینجا کار کنم و تصادفی فهمیدم عروسی دوست پسر خودمه و عروسش ریوانون از خانواده مشهور و پولدار شهره. نمیدونستم عروسی که من دارم درستش میکنم عروسی دوست پسرمه. بگو سامر میخواستی چی کار کنی اگه اتفاقی نمی اومدم اینجا؟ میخواستی بازم دروغ بگی؟ به هم بگی من مجردم؟ یا بهونه های دیگه پیدا کنی؟ آخرش که از روزنامه ها میفهمیدم. بسه دروغ و بهونه و چرت و پرت بسه. نمیخوام ببینم. گوش کن خواهش میکنم. دست از سرم بردار سامر. من دیگه نمیتونم تحملت کنم. نمیتونم طراح عروسی دوست پسرم باشم. لطفاً گوش کن. هیچی نگو. خواهش میکنم آروم باش. رادیکا باید از این 3 بیمارستان بازدید کنم چون با آزمایش بیشتر. آقا به چی زل زدی؟ هیچی. چی گفتی؟ گوش نمی کردی؟ چرا؟ بگو. نه اول بگو به چی زل زدی.
موضوع اینه که ریوا داره ازدواج میکنه و اون خواهر منه. من یه کمی استرس دارم. همین. چرا استرس داری؟ نمیدونم. وقتی سامر یعنی شوهرشو میبینم میترسم. میخواد ما بقیه بشو با اون بگذرمه. میترسم سامر عین خودم باشه. اون وقت چه کار میتونم بکنم؟ اگه شبیه تو باشه که خیلی بده. واسه همین میترسم. اگه بعد ازدواج کار اشتباهی بکنه با دسته خودم میکشمش. تردید نمیکنم. یعنی تو دلت نمیخواد رفتاری که با بقیه داری با خواهرت انجام بشه مگه نه؟ نه اصلا. من تو زندگیم به هیچ دختری وعده ازدواج ندادم. وعده دروغ ندادم. همه حرفامو واضح میزنم و دروغ نمیگم. موضوع اینه که وعده دروغ ازدواج دل دختر میشکنه و این چیز خوبی نیست. آره ولی اون داره باهاش ازدواج میکنه. دلشو نمیشکنه. ولی اگه شکست چی؟ دل خیلی آسان میشکنه. یه کلمه کافیه. خواهرم ریوا سامر رو خیلی دوستش داره. نمیتونه خیانت تحمل کنه. نمیدونم ممکنه که سامر به فکر خیانت باشه یا به خواهرم احترام بذاره. من خیلی میترسم. خیلی خوبه. وقتی عروسی بشه همه چیز قشنگ و پر از شادی میشه. ولی بعدش چی؟ تو بگو. به فکر ازدواج هستی؟ کی میخوای عروسی کنی؟ 4 سال دیگه. اوه. منظورت اینه که میخوای 4 سال به مردم خدمت کنی و بعدش با یه جوان پولدار ازدواج کنی؟ نه اصلا. برات مهم نیست دومات کی باشه؟ من یه آدم پولدار میخوام. ولی دلم نمیخواد فکرش تو پول باشه. با یه دیکی باشه که منو بفهمه درکم کنه. اگه اینطوریه تو همیشه مجرد میمونی. هیچکی دخترا رو نمیفهمه. خیال باش. نه اینطوری نیست. من واقعا از ازدواج متنفرم. نمیتونم از پس مسئولیتش بر بیام. تعجب نکردم. شوخی نکن. دارم جدی میگم. لیتفیک کجایی؟ سلام، چطوری پالاک؟ سلام. همه دنبالت میگردن. راستی تو اولین باره که یکی رو دعوت میکنی خونه، این خیلی خوبه. جالب بود. اومدم اینجا تا کارامو انجام بدم. دارم میرم. عجله نکن. کجا؟ بمون. بهتر فردا خانواده‌تم به جشن ما بیاری. نه ممنون. این جشن فقط واسه خانواده است. تو هم تو جشنمون هستی. فهمیدی؟ اصلا به خاطر من بیا. باشه. میبینمت. خداحافظ. فعلا. بفرما. آوردیش خونه. ساکت شو. داستان اینجوری نیست. آره اینجوری نیست. آره اون دختر خیلی کاریه. از دختره اینجوری اصلا خوشم نمیاد. خب تو اصلا منو نمیفهمی. پالک چرا جواب مامان تو نمیدی؟ داره زنگ میزنه چون واسم شوهر جدید پیدا کرده. اصلا دلم نمیخواد با آدمای جدید بیرون برم. به هر حال خیلی سرت شلوغه چون عروسی و حنا بندون و موسیقی داریم. مدیر ازم خواست، به خاطر همین باید برم. اگه به حرف مدیر گوش ندی حتما خیلی ناراحت میشه، پس مراقب باش. یه فکری دارم، تو هم بیا. من اونجا میخوام چیکار کنم؟ با من میمونی و منو تنها نمیذاری. اون دعوتت کرده. خواهش میکنم، من کسی رو نمیشناسم. منو که میشناسی شیتا، خواهش میکنم. چجوری تا اونجا بیام پالاک؟ به خاطر من نمیخوام تنها برم. قبول کن، خواهش میکنم، خواهش میکنم. باشه میام، با هم میریم. راستی مدیرت پسر خیلی بامزه‌ایه. شنیدم تو این مدت خیلی به هم نزدیک شدین، درسته؟ دوباره شروع کردی؟ بی خیال، اونجا محل کارته، چه اشکالی داره؟ از اینجور مرد خوشم نمیاد. امکان نداره مثل اونو تو زندگیم را بدم. راستی روحیت از من سراغ تو گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه به جشن بیای یه آدم دیگرم خوشحال میکنی. من نمیخوام کسی با اومدنم خوشحال بشه. چی شد چیتا، چرا عصبی شدی؟ داشتم باهات شوخی میکردم. ناراحت نشو، آروم باش. بخند بخندی که معلومه خیلی خوشحاله، اینطور نیست؟ آره ولی الان باید با سامر رسیدی. صحبت کنیم. بابا چجوری میتونم باش حرف بزنم؟ نمیخوام بهش توهین کنم. چی شده؟ مامان اون گوش کن بابا.
برای این حرفا خیلی دیر شده. بعد اگه بهشون بگیم هم خوششون نمیاد. همه چی آرومه؟ واقعیتش اینه که داشتم به ازدواج دخترم فکر میکردم. یعنی الان خب سامر این پسرمونه و ما خونه خیلی بزرگی داریم. مشکلی نیست که سامر اینجا بمونه. منظورش اینه که بیاد اینجا. خیلی خوب آروم باش، چی نگو. فقط یه ذره بهش فکر کن. فکر بدی نیست و چون ما خیلی ناراحت میشیم اگه دخترمون از خونه بره، خب فکرشو بکن وضعمون چجوری میشه. میدونی چیه؟ بچگیامون کارای اشتباهی میکردیم. اینکه دخترها معمولا خیلی ضعیفن و پسرام خیلی قویان و دخترها حساسن. همه اینا غلطه. چون دخترها خیلی قویان و میتونن با خوشبختی خانواده خودشونو ترک کنن و برن خونه یکی دیگه. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مامان، دیدگاهت خیلی خاص و خیلی درسته. بهترین روشه که زندگی رو به روش شما ببینیم، چون اینطوری میتونیم همیشه خوشبخت باشیم و احساس خوشبختی کنیم. میشا بیا برقصیم، همه دارن میرقصن. بله خب زود باشین، بیاین ببینم. سامر روزا داره خیلی خجالت آور میشه. 100 بار بهت گفتم اینجوری زل نزن، لبخند بزن، طبیعی باش، لبخند بزن. شما چرا نمیرقصی؟ بیا آمان الان برمیگردم. سلام پالک. سلام شیتا. چه سورپرایز قشنگی. بیا بریم به ریتویک و خواهرش تبریک بگیم. زود باش بریم. من میبرمتون. ما خودمون میتونیم بریم اگه معلومه خیلی کار دارن. نمیبینیمشون. من تشنمه. آب میوه میخوری؟ آره بریم. باشه. ممنون پالک برای اینکه سیتا را آورد. خواهش میکنم. الان برمیگردم. خانواده‌ات بمون، من اینجوری راحتم. مشکلی نیست. بگو ببینم چی میخوای بخوری؟ شیتا رفت آب میوه بیاره. آب الان میوه؟ میاد. آره. راستی؟ خیلی خوشگل شدی. لباست خیلی قشنگه. واقعا؟ مامانم واسه هم دوخته. حالا هرچی. ما اینه که بهت میاد. حتی لباسا و پرده هایی که خودت درست میکنی خیلی قشنگن. ممنون. میخوام پرده ها رو برگردونی. برشون شسته شده. باشه. یا پرتقال یا آب توت فرنگی. عزیزم ببخشید. نه این اسم یه کوکتله. یه کوکتل بی زحمت. کوکتل عزیزم. ممنون. میشه بگی کوکتلی به اسم عزیزم داری؟ نه اصلا هیچ کوکتلی نداریم. چیز دیگه ای میخواد؟ ممنونم. خواهش میکنم. بابا ریشا ببینید کجاست. خیلی خوشحالم که به جشنتون اومده باشی. وقت چیزیت نشه. ببین این دختره چقدر خوشگله. خیلی خوشگل دختر خیلی ازت بزرگتره. میفهمی یا نه؟ مطمئنم اینجا بهت خیلی خوش میگذره. بابا ببین. سلام، من شیفام. میتونی شیوی صدام کنی؟ ببینم امروز چه شده؟ ما باید اینجوری صداش کنیم؟ بابا اجازه مرخصی میدین؟ آره مراقب باشی. ممنون. میبینمت. ببینمت. نه اینجا ببینم. دختر خیلی خوشگله.
ببخشید نباید اینا میگفتم. نه مشکلی نیست، واقعا خوشگله. واقعا؟ آره. دوستای خوب همین جوری هم دیگه. سلام. 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 آفرین، دیدم چجوری بهت بی‌توجهی کرد. ناراحت کننده است. بشین و تماشا کن. میبینم ولی فکر نکنم بتونی حتی نزدیکش بشی. واقعا؟ حواسم بهت است. آرزو میکنم ببازی. ببین چی کار میکنم. ببینم چی کار میکنی. وایسته ببینی. برو. یه نوشیدنی لطفا. حتما. یکم یخم بسر. امروز هوا خیلی گرمه. اگه خیلی گرمه برو استخر. مشکلی ندارم. تو هم میای؟ بازنده داشتی راجع به من حرف میزدی، خودت چی کار کردی بازنده؟ ببین چقدر ناراحته. اون گن زد به من شاخه بازنده. میتونی بری شنا، اینجوری خنک میشه و یادت میره که باختی. باید بدونی این اولین دختری بود که بهم بی‌محلی کرد. ظاهراً چالشمون سخت‌تر میشه. میدونی چیه؟ بهش بی‌محلی کن. روش خوبی نیست. جواب نمیده. بهم اعتماد کن، بی‌محلی جوابه. هرچی تو میگی. با میرقصی؟ من؟ آره حتما. باید ببینه دخترای دیگه تو زندگیم هستن. چون دوستتم باید کمکت کنم. بریم. من دکترم، اومدم اینجا کار کنم، نه اینکه برقصم. آره ولی مگه این عروسی خواهر دوستت نیست؟ امروز مرخصی بگیر، مشکلی نیست. به هر حال من مدیرتم. ببین اگه نگام کرد من بگم. آره. نگام نکرد؟ نه. داره یه جای دیگر نگاه میکنه. شاید باید به هم دیگه نزدیک‌تر بشیم. نگاه کرد؟ نه اصلا بهت اهمیت نمیده. حالا میبینی بیشتر میرسیم. آره این رنگ خیلی بهت میاد. سلام. تو کلاس رقص به هم گفتی چیزی بینتون نیست، الان چیزی عوض شده؟ ولی خیلی خوب به نظر میایین، همینجوری ادامه بدین، قشنگتره. مربیه فکر کنم هر کیو با هم ببینه فکر میکنه عاشق همه. آره واسه همینم ازدواج نکرده. راستی یادم رفت بپرسم، از هیچ کدوم از پسرای اینجا خوشت نیومده؟ اونی که اونجاست. نه از اینجور آدم خوشم نمیاد. منظور چی خوشت نمیاد؟ تو باید با یه پسر جنتلمن آشنا بشی. این پسر شبیه منه. مناسب تا نیست. یه لحظه بفرما، این دو از سنگاپوره. الو؟ بد شد. اونی که با ریتویکه کیه؟ پسرت 1000 تا دوست دختر داره، احتمالا یکی از اوناست. نه ببین چه جوری نگاش میکنه. تا حالا اینجوری نبوده. واقعا؟ بیا بیندو داره زنگ میزنه. الو حالت چطوره؟ چرا نیومدی؟ الو؟ بیندو؟ کجایی؟ یعنی چی راه و بلد نیستی؟ موبایلم. نگاه کرد؟ حتما افسوری شده نه؟ اصلا نگاه نکرد.
امروز شانس نداری. همونجوری که قبلا بودی رفتار کن. تو وقتی دختر جدید میدیدی چی بهش میگفتی؟ میگفتی بیا کمد کفشامو ببین. مثل اینکه یادت نرفته. نبایدم یادت بره. بچه پر. راستی بیخیال ولش کن. کفشای من واقعا خاص و خوشگلن و همشون مارکن. میخوای ببینی؟ واقعا منظوری ندارم، فقط میخوام کفشامو ببینی، همین. باشه. بفرمون. آره این اولین بار همچین عروسی میگیریم. تو چیزی لازم نداری؟ یکی از کفشامو خیلی دوست دارم، چون مایکل جکسون تو کنسرتش تو هند اونا رو پوشیده بود. تو اینجایی؟ این دختر خوشگله است. دیدی؟ اومد. بی محلی جواب داد. منم دیگه میرم تا باهاش یه تنها لحظه باشم. صبر کن. اگه بری فکر میکنه من و تو میخواستیم تنها باشیم، ممکنه ناراحت بشه، حتی ممکنه بره. نظر چیه که تو اتاق قایم شی؟ خواهش میکنم، من 5 دقیقه باش میشینم، بعد خودش میره تا به جشنش برسه. 5 دقیقه خواهش میکنم. من این کارو واسه بهترین دوستم هم نکردم. آره چون بهترین دوستت ریتویک نبوده، باید به این چیزا عادت کنی. حالا چی قبوله؟ برو فقط 5 دقیقه باشه. داشتم باز میکردم. بریم؟ منتظر بودم باهات بشینم تا اینجا دنبالت اومدم تو تنها باشی. ولی اون دختره کیه؟ دوست دخترته؟ نه دوست دخترم نیست. چطور؟ تو دوست دختر نداری؟ نه. اینجوری بهتره. نه صبر کن، الان وقتش نیست. چرا؟ بریم اتاق پدرم، اونجا خالیه باشه. ریتویک چه فرقی میکنه اگه الان بشه؟ نه بعدم خیلی بهتره. باورم نمیشه تو این موقعیت قرار گرفتم. بریم کتابخونه بهتر نیست؟ یه لحظه. بله عزیزم. نه راستش اومدم خونه یکی از دوستام، جشن عروسی دخترشونه. آره زود میام خونه عزیزم. ببینم تو متأهلی؟ آره. پس اینجا چی کار میکنی؟ چه فرقی میکنه اگه متأهل باشم؟ برای من فرق میکنه، نمیتونم این کارو بکنم. بزرگش نکن ریتویک. ببین شوهر من ساده است، پول نداره، تازه‌شم. تا اگه به کسی نگیش کس نمیفهمه چی گذشته. من تومم چون پول دارم. آره همیشه بحث پوله. آره عزیزم موضوع پوله. چون تو بحث پولو باز کردی بذار یه توافق بکنی. من 5 میلیون روپیه میخوام و اگه همین الان 5 میلیون روپیه به من ندی میرم پایین و به همه میگم که میخواستی به زور به من تجاوز کنی. من کی به تجاوز کردم؟ اینها همین الان عزیزم. اگه برم پایین و بگم تو اینجا به هم دست زدی و با موهام بازی کردی، در اتاق قفل کردی، همه باورم میکنن. چرا این کارو میکنی؟ چون پول احتیاج دارم. هیچی گیرت نمیاد. اگه قبول نکنی خودت با چشات میبینی. محال چیزی بگیری، فهمیدی؟ تو هم تو اتاقشی؟ چرا این دوست پسرته؟ آره اینجا بودم تمام مدت. همه چیو با موبایلم فیلم گرفتم. از اونجا که تهدید کردی و گفتی میری پایین به همه میگی، میخوام برم پایین و همین کارو بکنم. آبروتو میبرم، بعدش هم زنگ میزنم پلیس. اگه دوست دختر داری چرا چشات دنبال دختر دیگه است؟ تو یه آوازی. واقعا فیلم گرفتی؟ نه احمق جون. سر کارش گذاشتی؟ تو نجاتم دادی. فکر کردم تو دردسر بزرگی افتادم، ولی وای این اصلا امکان نداره. شما اینجایی؟ اینجا چی کار میکنی؟ مامان اینجا چی کار میکنی؟ این مامانته؟ آره
اینجا چی کار میکنی؟ میخواستم ببینم تا بهت بگم از من خواستن عروسی رو با تم روستایی و خیلی قشنگی برای دختر خانواده‌شون درست کنم. همچین ترکیبی از عروسی‌های خارجیه. وقتی کارم تموم بشه خیلی قشنگتر میشه. بهتر از مادر تو دیزاین کردن عروسی با تم روستایی وجود نداره. من توش استادم. فراموشش کن دخترم. بگو زود باش برو ماما. سر توضیح میدم لطفاً برو دیگه. چرا بهم نگفتی عزیزم؟ خیلی وقت برای دنبال دوماد پولدار مامان شلوغش نکن. پسر خوبیه با خانواده و خیلی پول داره. اصلا اونجوری تو نیست. ببین من اصلا از دستت ناراحت نیستم. خوشحالم مامان ما فقط دوستیم چیزی بینمون نیست. چرا خجالت کشیدی؟ همه چی از دوستی شروع میشه بعد یه مدتی. میخوای به حرفم گوش بدی یا نه؟ آره گوش میدم. من کارمندشم باشه و تو الان اومدی اینجا. چی خدایا معلومه چی سر من اومده. من کارمندشم و چیزی بین ما نیست. الانم برو پیش کارم. یه لحظه صبر کن. وای خدای چقدر خوشحالم. من اینستاگرام تو همیشه دنبال میکنم. میدونم کجا میری و میای، چی میخوری و میپوشی و چقدر پول در میاری. وقتی میزنه رو میبینم مطمئن میشم که همشون دنبال پولن. آخرش تونستی انتخاب کنی دخترم پسر خوشیه با خانواده اصلا خیلی پول داره. مامانمو دیدی؟ نمیدونستم توی جشنه. منم نمیدونستم جان مادرته. فکرشم نمیکردم. مامانم این روزا خیلی سعی میکنه که منو شوهر بده. همیشه ازم میخواد پسرای جدیدی رو ببینم. منم از این کار خیلی خسته شدم. مطمئنم همینطوره. فکر کرده بود بین من و تو چیزیه. براش توضیح دادم که اصلا اینطوری نیست. مثل همه مامانا میخواد دخترشو عروس کنه. لابد با پسری که پول دار باشه. همه خانواده ها همینو میخوان. در ضمن تو چرا با اون اینجوری رفتار کردی؟ مگه نمیخواست باها دوست شه؟ ولی اون متأهل بود. یعنی میخواست به شوهرش خیانت کنه تا از من پول بگیره. همینه. خوبه که نتونست این کارو بکنه. چون تو نجاتم دادی. ممنون. دوستین دیگه. باید کمکت کنم درسته؟ تو هم پسر پولدار میخوای؟ بس دیگه چند بار میپرسی. به قول معروف وقتی عشق به وجود میاد دیگه اون موقع هیچی مهم نیست. مهم عشقه. همه ای دختر پسر پولدار میخوان. من اینجوری فکر نمی کنم. چون برای بعضی دخترها پول مهم نیست. بریم. داداش ازت کمک میخوام. چی کار کردی؟ نه این دوستمه. پالاک تو جشن دیدیش. به کسی چیزی نمیگه. برای همین اصلا نترس. خواهش میکنم داداش. حرفتو بزن. خیلی خوب. داشتم تقلب میکردم و خانوادی مچمو گرفت. میخواد بابامو ببینه. میدونی که اگه بابا بفهمه منو تنبیه میکنه. برای همین خواهش میکنم فقط میخوام یه بار به جای بابا بیای به مدرسه. باشه من این کارو میکنم. لازم نیست حتی بیام مدرسه. بهش زنگ میزنم. شماره‌شو دارم. واقعا میگی؟ آره واقعا. آی قربون داداشم برم. بابا مدیر امروز مچ شیوی و وقتی داشت تقلب میکرد گرفت تو خواسته شماره ببینه. بابا ریتویک داشت شوخی میکرد. تو دیوونه ای بابا. من ازت کمک خواستم. وقت تو بهش میگی بیا موبایلتو بگیر دیگه هم با من حرف نزن. آروم باش. من چه اشتباهی کردم؟ رفتارت غیر قابل باوره. اوه واقعا؟ پس باید چیکار میکردم؟ اینجوری عادت میکنه همیشه تقلب کنه و این کار اشتباهه. باید برای داداشم نمونه باشم. بهشون نگاه کن. اینا خانواده دیوونه ای منن. همینجوری که هستن دوستشون دارم. همینجا وایس الان میام باشه. پالاک ازت کمک میخوام. امروز بدبخت میشم. چی شده ماما؟ میدونی که کسی جز تو رو ندارم. میگم چی شده؟ رانیکا مریض شده و رفته. میخوام کمکم کنی. چی کار باید بکنم؟ الان بهت میگم. اینجا خیلی شلوغه. بیا بریم بیرون با هم حرف بزنیم. دخترم خواهش میکنم هرچی ازت میخوام انجام بده وگرنه بدبخت میشی. چه شده این؟ هی کجایی تو؟ هیچ جا. سرم خیلی درد میکنه. آره چون کلت پوکه. شوخی بسته. یه لحظه. الو؟ بله. آره گوش کن. اون پولایی که برای یتیم خونه راجبش حرف زده بودیم و برام حواله کن. ممنونم ازت. دست در نکنه. ببینم برای یتیم خونه داره چی کار میکنی؟ نه اونجوری نیست که فکر میکنی. یادت پالاک 20,000 روپیه حقوق بیشتر ازمون درخواست کرده بود؟ آره
اون پولا رو برای استفاده شخصیش نمیخواسته. ازمون خواست این پولو برای یه یتیم خونه حواله کنیم تا به بچه و درمانشون کمک کنه، تا براشون داروهای مورد نیاز و دکترای خوب ببرن. کارش خیلی انسانیه. خیلی خوبه. بعضی وقتا بچه‌ها به خانواده‌شون نمیرن. یعنی چی؟ یه چیزی گفتم. بریم یه چیزی بخوریم. نه مامان نمیتونم تو تزیین کمکت کنم، اصلا بلد نیستم. چیزی ازت نمیخواستم، ولی چی کار کنم که رادیکا مریض شده؟ این پروژه برام خیلی مهمه و نمیخوام از دستش بدم. دخترم تو کمکم میکنی؟ مامان دارم کار میکنم، نمیتونم مرخصی بگیرم. چرا نمیتونی؟ عروس خواهر مدیرته و معلومه مخالفت نمیکنه. تو بهش بگو اون قبول میکنه و به خاطر من بهش بگو. مامان داری منو تو موقعیت بدی میذاری، بهت قول نمیدم باشه؟ کمکم میکنی، خیلی ممنون. خوشگل ترین دختر دنیا. راضیش کردم. شیتا وایسا. باور کن که اون شب من با اون آشپز کاری نداشتم. اصلا بهونه نیار. تو چی به پالاک گفتی؟ من تنبلم و باید برم باشگاه، درسته؟ نه منظورم این نیست. منظورت چیه؟ یعنی من زن چاقیم و باید برم لاغر کنم، واسه همینم باید برم باشگاه مگه نه؟ نه منظورم این نبود. خب منظورت چی بود ها؟ من فکرشو نمی‌کردم. تو فقط به دخترا نگاه می‌کنی و نمی‌فهمی چی میگی. خیلی بی‌شخصیتی. خب گوش کن. بذار حداقل منظورم بهت توضیح بدم. شیتا من نمیتونم تزیین عروسی رو انجام بدم، لطفاً بیا رادیکا. چرا جواب نمیدی؟ بیرون تو سرما چی کار میکنی؟ چی شده؟ گوشوارم گیر کرد. ببینم. آی بیا اینجا. شما دخترها سردتون نمیشه؟ خیلی سردمه. ببینم. دستتو بردار. چی شد اینطوری شدی؟ نمیتونم. به کی داشتی زنگ میزدی؟ رادیکا دستیار مامانم یهویی مریض شده و نمیتونه بیاد اینجا کمکش کنه. واقعا؟ آره. دکتر خانواده‌مون اینجاست، بگم بیاد معاینش کنه؟ ممنون، ولی اصلا جواب تلفنمو نمیده. آی ببخشید. یه لحظه صبر کن. تموم شد. ممنون. خواهش میکنم. راستش رادیکا دستیار مامانم جواب تلفناشو نمیده و مامانم از من خواسته که کمکش کنم. پس میخوای مرخصی بگیری؟ آره. خیلی خوب، برو مرخصی. واقعا؟ آره حتما. ازت ممنونم. تو از ماشگاه که کاری نمی کنی. نظرت اینه؟ گوش کن، از شوخی گذشته. اگه مادرت کمک خواست حتما بهم خبر بده. حتما. ریفی؟ بله بابا، من دیگه برم. باشه. بازم ممنون. فعلا. پالاک بیا، دیرمون شده. چی شده؟ هیچی، به ریتویک فکر میکردم. اون واقعا آدم پیچیده‌ایه. اصلا نمیفهممش. به مرور زمان میشناسیش. چند روز بگذره عاشقش میشی. آروم باشه، به این گوش بده، اصلا شوخی ندارم. ما خیلی وقت داریم همون میبینیم و هر روز ازش یه چیز جدید میبینم. مثلا احترامش به خانوما، وابستگیش به خانواده‌اش، کمک کردنش به همه مردم. خیلی متفاوته. عشق همه چیزو عوض میکنه. وقتی همچین کسی عاشق بشه دردسر درست میشه، چون فقط به یه صدا گوش میده و وقتی صدای قلبشو گوش کنه به همه چیز پشت میکنه. من مطمئنم از شخصیتشه که خوشم میاد. من خانواده‌شو دیدم، خیلی بامزن. وقتی بفهمن دوست دختر داره سریع اجازه میدن ازدواج کنه.
من جمع شده. کجایی؟ ریوا بیدار شو دیگه، وقتشو بریم ورزش. بلند شو دیگه، چاق میشی یا پاشو. خودت گفتی بیدارت کنم، پاشو دیگه. آنایا ریتمی تو کی اومدی؟ کی اومدی؟ دیشب ساعت 3 اومدم، مستقیم از فرودگاه اومدم اینجا. خواب بودی نخواستم بیدارت کنم. باورم نمیشه، مگه همچین چیزی بین ما هست؟ خیلی دلم واسه تنگ شده بود. باشه آروم باش. باورم نمیشه اینجا اشکالی نداره، ولی بیرون اینجوری نپوش. خودتو بپوشون. تو از کی اینقدر امول شدی ها؟ من با کسایی اینجوری برخورد میکنم که بهشون اهمیت میدم. باید افتخار کنی که برام مهمه. افتخار میکنم. بله. صبح بخیر ریوا. صبح بخیر. واقعا چه سورپرایزی. ببخشید نمیدونستم تو همه چی خاصی و عوض نمیشی. تو چرا به جشن معرفی دانشگاه نیومدی؟ ریوا من میتونستم برم لندن و نیام به جشن عروسی تو؟ میکشمت. خیلی فجیعه. حق با تو. راستی ببینم بکامم اومده بود؟ اومده بود، خیلی سورپرایز چی؟ شدم. الان چیکار به دوست دخترش داری؟ لطفاً ساکت شین و صبحمون رو خراب نکنین. این بچه‌ها با هم بحث نکنید تو رو خدا. ساکت شو بابا. دوست دخترشو دیدی؟ وای داداشم ببینم بهم نزدیک نشو. الان فهمیدی داداش داری؟ میدونی پدر و مادرت چقدر از دستت ناراحتن؟ باورم نمیشه بدونی که بهشون بگی اومدی اینجا. مشکل کجاست؟ اینجا هم مگه خونه‌اش نیست؟ تو همیشه خونه میمونی. یه لحظه گوش کن. حق نداری اینجوری حرف بزنی. وقتی دانشگاه بودم یه بارم بهم زنگ نزد و خاله داره میگه چرا نیومدی خونه خانواده. وای خدا خواهش میکنم آروم باش. بهم گوش بده. میدونستم اون میاد اینجا. بهتره که برم. این دوتا اعصابمون رو خورد میکنن. با اجازت. هی اول لباس بپوش بعد. چی بیدارش میکردی؟ برو. شوخی میکنم. بذار بپوشه. با لباسش چی کار داری؟ چیه؟ چته؟ داداشم خوشت میاد؟ اونجا داری چی کار میکنی؟ نه درست نیست. معنیش اینه که میتونم بهش بگم کی دیشب اونو بوسیده؟ نه ریوا هیچی نمیگی آقا شد بده هیچی نگی. چرا ترسیدی؟ مشکل چیه؟ ببین الان وقتش نیست، خودم سر فرصت بهش میگه. مطمئن باش رقصی که برای جشنتون آماده کردم زمین رو میلرزونه. دوست دارم بابا، ولی تو میدونی فقط یه مدل رقص بلدی. تو فقط این حرکت سخت رو انجام میدی. قشنگ نیست. آبروم جلوی دوستان میره. داری مسخره میکنی؟ نه مسخرت نمی کنم بابا. حرکت دیگه اینه که لامپو باز میکنیم میذاری این بر، لامپو باز میکنیم میذاری این بر، بعدش هم اون حرکت قشنگت انجام میدی. بس دیگه، من باورم نمیشه. هر کسی جز تو مسخرم میکرد من زنده زنده دفنش میکردم، ولی تو دختر لوسامی. تو بگی اشکال نداره. یالا منم دوست دارم. خیلی خوش اومدین. بفهمید بالاخره عروس قشنگمون رسید. این چیه پوشیدی؟ آخه این چه لباسیه پوشیدی؟ چه سلیقه‌ایه؟ اوی ساکت باشین ببینم چی داری میگین. عزیز دلمو اذیت نکنین، راحتش بذارین. میبینی چی مناسبه چیه؟ قشنگ داره، حق داری. خیلی خوب. یالا پاشو اینجا. بیا عزیز. خیلی خوشگل. خیلی بیریخ شدی واقعا. این عروس خیلی هم خوشگل شد. آره. گوش کنین اینجا کسی هست بخواد زول بیا بخوره؟ به طوری گفتم آماده کن. من میخوام. آنایا دخترم این چه درخواستیه که میکنی؟ اینجا که خونمون نیست. آره. جوابشون ساکت شد. مامان من توی خونه بزرگ شدم، حقا بیشتر از داداشم درخواست کنم. دقیقاً. چه خبرته؟ خفه نشی. همه رو تموم کردی. چی شد؟ تو هر چی بپوشی بهت میاد و خوشگل میشی عزیزم. ما بهت افتخار میکنیم. دخترم تو لیست 30 دختر تاثیرگذار کشوره. باعث افتخاره. آره درسته، ما بهت افتخار میکنیم. کاری که تو این سن کردی غیر قابل باوره. راستی ما تو خانواده‌مون رسم داریم که وقتی عروسمون بخواد کار کنه ما هیچ مشکلی باهاش نداریم. چیه؟
چرا همه از حرفم شوکه شدی؟ همه اینو میدونن که همه تو خانواده نون آنانیا رو دوست دارن و همه میدونن که خانواده بیوری ریتویک رو دوست دارن. پس بعد از ریوا نوبت تو ریتویک. بابا چرا بهم گیر میدی؟ کاری به جز من نداری؟ من نمیخوام ازدواج کنم. ولش کنید، باش بحث نکنید، به موقعش ازدواج آره. آره حرفاشونو گوش نکن. اینا گیج و منگن و دارن توهم میزنن. کلامم از برادره. آره از چی من گیجم؟ بذارین یه چیزی رو رو راست بهتون بگم. من برای ازدواج آماده نیستم. دست ما فرار میکنه. خوبی پالاک؟ تو باید فلش مموری رو بگیری. من اینجا هنوز درگیر مراسمم. باشه؟ خوبی پالاک؟ تو باید فلش مموری رو بگیری. من اینجا هنوز درگیر مراسمم. باشه؟ باشه نگران نباش، خودم ترتیبشو میدم. بوس. وای ببین چی شد، شکلک اشتباهی فرستادم. ببخشید شکلکم اشتباه بود، منظوری شکلک نداشتم. آرزوهای بزرگ. برای کی میخواستی بفرستی؟ گوش کن، اشتباه شده بود. مشکلی نیست. اول من اشتباه کردم بعدم تو. چطور؟ تو اتاق یادت نیست؟ یادم ننداز. میشه کارو شروع کنیم؟ بذار بریم تو. منم فلشو میارم. بریم داخل. ببخشید من موافق نیستم. اونجا راجع به ازدواج من حرف میزنن. واقعا؟ عروس بدبخت کیه؟ دیدی؟ بالاخره یه نفر منو فهمید. هرچند خانواده‌ام منو نفهمیدن ولی تو خیلی خوب منو فهمیدی. چرا باید زندگی یه نفر رو خراب کنم؟ درست میگم؟ کتاب مراحل هفتگانه عشق؟ چی توش نوشته؟ نامه؟ شعر؟ یا غزل؟ یا حتی بی خیال به تو ربطی نداره. من که عاشقش شدم. تو چرا نمیری تو؟ انقدر دنبالم نکن. دنبالت نمی‌کنم، بیا. ایشون دکتر پالاکه. دوستمه. دکتر پالاک؟ ایشون آنایی است. داداشمه. چطوری پالاک؟ من آنانیا، بهترین دوستشم. داداشم نیستم. حرکات رقصو بهم نشون بده باشه. آره حتما، چون تو نبودی با دکتر پالاک رقصو تمرین می‌کردم. خیلی خوبه، تو یادم بده. حتما. خیلی خوب. الان موسیقی رو پخش می‌کنم. اینو بده من. خب اینطوری. خب